به نام خدا. در مورد جنسیت چاپ، کالاهایی که چاپ میشن میتونه کاغذ یا پارچه باشه. میخوایم در مورد ساختمان شیمیایی اونها یه مقدار صحبت بکنیم. کاغذ از سلولوز درختان تولید میشه و اگر با ذره‌بین بهش نگاه بکنیم یه همچین بافتی در روی کاغذ ها وجود داره، ولی پارچه ها یه مقدار متفاوتن. پارچه ها بر اساس جنسیت الیافشون به دو دسته اصلی تقسیم میشن: الیاف طبیعی یا نچرال، الیافی که از طبیعت به دست میاد; الیاف ساخت بشر یا منمید، الیافی که بشر در کارخونجات اون رو میسازه و از طبیعت به دست نمیان و طبیعت هیچ نقشی در تولید اونها نداره. الیاف طبیعی شامل 3 دسته الیافن: گیاهی، حیوانی، معدنی. معدنی یا مینرال آزبست یا پنبه نسوزه که در لباس استفاده نمیشه و معمولا در لباسهای آتش نشانی استفاده داره که نسوزه. الیاف گیاهی شامل پنبه، کتان، کنف معمولا تو لباسهای استفاده نمیشه و استفاده صنعتی داره. پنبه و کتان هر دوتا از گیاهان به دست میان. پنبه از گل گیاه به دست میاد ولی کتان از ساقه گیاه به دست میاد. بنابراین کتان دارای طول بیشتریه نسبت به پنبه، به همین دلیل استحکامش هم بالاتره، ولی از لحاظ جنسیت کاملا با هم یکی هستن. الیاف حیوانی شامل 3 دسته است: پشم، ابریشم، موی حیوانات. پشم که پشم گوسفند و یکی از معروفترین الیاف برای تولید پارچه است. ابریشم از کرم ابریشم به دست میاد و مو از موی حیوانات دیگه. موهر یا آنگوره از بز خاصی که در ترکیه وجود داره و به نام بز آنگوره معروفه به دست میاد. کشمیر معمولا از پشم شتر به دست میاد. الیاف طبیعی یه خصوصیت خیلی مهم دارن و اون اینه که در اثر حرارت ذوب نمیشن. الیاف ساخت بشر خودشون به 2 دسته تقسیم میشن: الیاف سلولوزی بازیافتی یا رژنره که شامل 2 تا لیف ویسکوز و استات میشن و الیاف مصنوعی که شامل نایلون، پلی استر و اکریلیک میشن. الیاف مصنوعی در اثر حرارت ذوب میشن و جمع میشن، ذوب میشن و قطره قطره میچکن، برخلاف الیاف طبیعی که میسوختن و ازشون یه خاکستر باقی میموند. الیاف مصنوعی ذوب میشن و یه گلوله ازشون باقی میمونه. الیاف سلولوزی بازیافتی که شامل ویسکوز و استات هست بین طبیعی و مصنوعی ها هستند، ولی دقیقاً اون وسط نیستن. ویسکوز به طبیعی ها نزدیکتره، یعنی غیر ترموپلاسته، در اثر سوختن ازش یک خاکستر به جا میمونه، ذوب نمیشه. استات به پایینی ها نزدیکتره و ترموپلاسته. پس نتیجه میگیریم که الیاف طبیعی شامل پنبه، پشم، ابریشم و مو و ویسکوز نان ترموپلاستن و در اثر حرارت ذوب نمیشن. الیاف ساخت بشر شامل نایلون، پلی استر، اکریلیک و استات ترموپلاست هستن و در اثر حرارت ذوب میشن و قطره قطره میچکن. برای شناسایی الیاف ما چند روش داریم. یکی از این روش ها سوزاندن و یکی دیگه روش حلاله که اونها رو توضیح میدیم. آزمایش سوزاندن یعنی چند تا از الیاف پارچه رو بگیریم روی شعله و توجه بکنیم به بو، خاکستر، نحوه سوختن روی شعله و ویژگی‌های حرارتیش و از روی این 4 تا ویژگی بشناسیم اون لیف رو.
و آزمایش حلال ها، اون لیف در چه حلالی حل میشه که ما میتونیم برای شناسایی اون الیاف استفاده بکنیم. پنبه و کتان هر دو بوی کاغذ سوخته میدن. خاکسترشون نرم و سبکه، خاکستری رنگ، سوختنشون سریعه و رنگ زرد تولید میکنن و سوختنشون خیلی زیاده و به اصطلاح خودسوزن و اگر کوچکترین جرقه از اونها باقی بمونه به سوختن خودشون ادامه میدن و غیر ترموپلاستن و گفتیم که خودسوزم هستن و حلالشون اسید سولفوریک 75%. در اسید سولفوریک 75% حل میشن. پس پنبه و کتان که حالا با نام لینن میشناسنش در انگلیسی، این خصوصیات سوزاندن و حلالشونه. الیاف پشم و ابریشم بوی موی سوخته میدن. خاکسترشون سیاه، پفکی، ترد و شکننده است و لای دست به راحتی خورد میشن و شعلهشون روی شعله به سختی میسوزن، به آهستگی میسوزن، غیر ترموپلاستن و خودسوز نیستن و شعله دور بشه بلافاصله خاموش میشن و حلالشون سود 5% دمای جوشه. ویسکوز بوی کاغذ سوخته میده، شبیه پنبه و کتان، خاکسترش نرم و سبک و خاکستریه و خیلی هم سریع میسوزه، غیر ترموپلاسته و خودسوزه و در اسید کلوریدریک حل میشه. این چند تا لیفی که این بالا نام بردیم، پنبه، کتان، پشم، ابریشم و ویسکوز، الیاف غیر ترموپلاس بودن. حال به الیاف ترموپلاس میپردازیم. استات و الیاف مصنوعی همه ترموپلاس هستن و در برابر حرارت ذوب میشن، نرم و ذوب میشن و قطره قطره میچکن. خب از استات شروع بکنیم. الیاف استات در سر سوختن بوی سرکه میده. خاصیت شیمیاییش ببینید استات، سرکه هم که اسید استیکه، میبینیم که لحاظ شیمیایی خیلی به هم نزدیکن. استات روی شعله بوی سرکه میده، سفت و شکننده است. خاکستری که ازش باقی میمونه سفت و شکننده است. ترموپلاسته و یک حلال خیلی معروف داره، استون. پارچه های استات به راحتی قابل شناسایی هن. اگر در استون که برای پاک کردن لاک ناخن استفاده میشه یه قسمتش رو بندازیم بلافاصله حل میشه. پس الیاف استات رو خیلی راحت میشه با استونی که در دسترسه و همه جا هست شناسایی کرد. نایلون بوی خاصی نداره، گلوله سفتی ازش باقی میمونه، روی شعله همزمان با شعله ذوب میشه و رنگ دودی که ازش باقی میمونه سفیده. ما به کمک همین سفید بودن رنگ دودش میتونیم نایلون رو بشناسیم. ترموپلاسته و در اسید فرمیک در دمای اتاق حل میشه. پلی استر هم بوی خاصی نداره، گلوله سیاه و سختی ازش باقی میمونه ولی روی شعله با دود سیاه میسوزه. پلی استر ساختمان شیمیاییش حلقه بنزنی داره. تمام ترکیباتی که حلقه بنزنی دارن با دود سیاه میسوزن. ترموپلاس هستش و در متاکروزول در حالت جوش حل میشه. اکریلیک شبیه پشمه، ترکیب موی سوخته و پلاستیک سوخته رو میده. بوشی ترکیب موی سوخته و پلاستیک سوخته است. گلوله سیاه و سختیه و همزمان با سوختن و ذوب شدن شبیه فشفشه میسوزه. ترموپلاسته و حلالش دیمتیل فرمامیده. پلیپروپیلن هم که برای لباس استفاده نمیشه، بیشتر به گونی‌های برنج و موی عروسک ها الان از پروپیلن برای ساختشون استفاده میشه. ترکیبش بوش لاستیک سوخته است، گلوله سختی داره، داخل شعله ذوب میشه، ترموپلاسته و حلالش هم دکالینه. پلیپروپیلن و پلی اتیلن استفاده های صنعتی داره، به عنوان لباس استفاده نمیشه.
خب این روش شناسایی الیاف به روش سوزاندن و حلال ها بود. خیلی راحت میشه اینها رو شناخت. ببینید پنبه و کتان بوی کاغذ سوخته میده، ویسکوز هم بوی کاغذ سوخته میده، اما یه تفاوت خیلی مهم هست. ویسکوز براقه ولی پنبه و کتان براق نیستن. پشم و ابریشم هم بوی موی سوخته میدن ولی ابریشم براقه ولی پشم غیر براقه. بنابراین با براقیت الیاف هم میتونیم اونها رو شناسایی بکنیم. استات که بوی سرکه میده و کاملا قابل شناساییه. نایلون و پلی استر، نایلون دود سفید تولید میکنه ولی پلی استر دود سیاه تولید میکنه. اکریلیک شبیه پشمه و استفاده های خاص داره. ببینید به عنوان مثال پشم کجاها استفاده میشه؟ یا تو کامواها یا تو پتوها یا توی فرش. اکریلیک هم استفادهش همونجا هست. یا کاموای اکریلیک داریم یا کاموای 100% پشم داریم یا کاموای ترکیب اکریلیک و پشم داریم. همچنین پتوی پشمی داریم و فرش های ماشینی هم اکریلیک هستند. بنابراین اکریلیک استفاده خاص شبیه پنبه داره و به راحتی بر اثر کاربردش قابل شناساییه. این روش شناسایی با آزمایش سوزاندن و حلال ها. بعضی از الیاف بر اثر بافتی که توی اون هست نامگذاری میشن و خود نام بر بافت رو به ما نشون میده. معمولا پارچه ها دو نوع هستند که به اصطلاح میگن ویو، بافت تاریپودی، و نیت یا پارچه های نیتینگ، بافت حلقوی. پارچه های تاریپودی معمولا یا بافتشون ساده یا شطرنجیه که نخهای تار رو یکی در میون، نخهای پود نخهای تار رو یکی در میون رد میکنن که بهشون بافت ساده یا متال گفته میشه. و اگر به جای یکی در میون دو تار رد بکنن و یه دونه برن پایین، یعنی نخهای تار رو دو تا در میون رد بکنن که اصطلاحاً بهش بافت تویل 2:1 گفته میشه، چون دو تا نخ تار رو رد میکنه میره پایین میاد بالا، دوباره دو تا نخ تار رو، و توی پارچه یک خطای کجی به وجود میاره که بافت سرژه یا کجراه هم به اون گفته میشه. در بافت ساتن به جای اینکه یکی در میون یا دو تا در میون رد بکنه چند تا در میون رد میکنه. مثلا 4 تا نخ تار رو رد میکنه و یه دونه میاد پایین. میبینید که یک نخ رو اومده بالا، 4 تا رفته پایین، دوباره یه دونه رو رفته بالا. خب این پارچه های ساتن خیلی براقن به دلیل اینکه پارچه سطح خیلی صافی رو ایجاد میکنه، چون تعداد زیادی نخ تار رو رد میکنه میره بالا و پارچه کاملا صافه و حالت بالا پایین شبیه بافت ساده رو نداره. پس یکی دلایلی که بافت های ساتن خیلی براقه بافتشه که چند تا نخ تار رو رد میکنه و سپس یه دونه به سمت پایین میاد. پارچه های حلقوی که توسط میل بافتنی یا ماشین‌های حلقوی بافته میشه، با ایجاد حلقه ها در هم فرو میرن و پارچه های بافتنی رو ایجاد میکنن که خودشون به دو نوع پودی و تاری در جهت پود و در جهت تار تقسیم بندی میشن. خب پس پارچه ها میتونن نامشون از بافتشون گرفته بشه، مثل ساتن، مثل کجراه، مثل بافت ساده، یا مثل پارچه های نیتینگ یا حلقوی، یا اسم دیگه‌ای که براش به کار میره پارچه های کشباف. همچنین پارچه میتونه بر اساس ساختمان شیمیاییش نامگذاری بشه، مثل پلی استر، نایلون که بهش پلی آمید هم گفته میشه، اکریلیک یا بهش پلی اکریلونیتریل هم گفته میشه. اینها همه اسامی هستن که بر اساس ساختمان شیمیاییش نامگذاری میشه، یا ویسکوزریون یا استات بر اساس ساختمان شیمیاییه. و این اسامی هم که اینجا هست اسامیه که از زمانهای قدیم بر روی این الیاف
به کار میرفته. به هر حال ما برای شناسایی الیاف نیاز داریم که از آزمایش سوزاندن و حلال ها استفاده بکنیم. ما قبلا در شناسایی در انواع رنگ ها توضیح دادیم که رنگ ها به دو دسته نفوذی و چسبی تقسیم بندی میشن. رنگ های نفوذی هر کدوم مخصوص بعضی از پارچه هان. بنابراین ما قبل از اینکه رنگ نفوذی مخصوص یک پارچه ای رو پیدا بکنیم اول باید جنسیت اون پارچه رو تشخیص بدیم با روش آزمایش سوزاندن یا حلال، سپس به دنبال رنگ مناسب اون بگردیم. ولی در مورد رنگ های چسبی اینطور نیست. رنگ های چسبی رو هر پارچه ای میچسبند. پس رنگ های نفوذی نیاز به تخصص بیشتری داره، چون اول باید جنسیت پارچه، شناسایی اون به وسیله سوزاندن و حلال تعیین بشه و سپس رنگ مناسب اون استفاده بشه.